اولا رد کردن چی معنا دارد؟ رد این تکذیب است و انکار است. رد این تکذیب و انکار میباشد. رد کردن یک تکذیب کردن، دروغ شمرده و انکار کردن است. به مانند اینکه یک گوینده میگوید، یک کسی میگوید که الله نه دستی حقیقی دارد و این کفر است. انکار کردن این کفر است، چون که تکذیب، دروغ شمردن الله و رسول الله است. چون الله برای خود این را اثبات کرده است، رسول الله این را اثبات کرده است. رد چی بوده است؟ تکذیب و انکار کردن، دروغ شمردن. دوم تعویل است. تعویل تفسیر، به معنای تفسیر می آید و مراد از این تعویل از اینجا که تفسیری نصوص صفات به غیر آنچه که الله نازل کرده است و نه رسولش گفته است. تعویل، معنای تعویل در اصل به معنای تفسیر می آید و مراد از تعویل در اینجا تفسیر نمودن نصوص، یعنی قرآن و سنت، نصوص کتاب الله در باب صفات، یعنی تغییر دادن آن چیزی که مراد الله نیست، غیر مراد الله است، غیر مراد رسول الله است، بخلاف گفته الله و رسول الله است، بخلاف تفسیر الله و رسول الله است، بخلاف تفسیر صحابه و تابعین است و آن کسانی که به احسان اینا رو پیروی کردن است. این رو تعویل میگن. معنی تعویل رو فهمیدین؟ تعویل چی بود است؟ پس حکم تعویل چیست؟ تعویل بر سه قسم تقسیم می شود. یکم اینکه انسان از سعی و اجتهاد نیک باشد، این کار انجام میدهد. تعویل نمودن نصوص قرآن و سنت از سعی و اجتهاد نیک باشد. مقصد نیک، اگر هنگامی که حق به او رسید، حق به او روشن شد، از این تعویل و تعبیر خود دست میکشد، این قسمت تعویل بخشیده می شود. به خاطر چیست؟ چون این انسان حد توانی خود را کرد و الله میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله هیچ کس را جز از توانش بر آن مکلف نکرده است. سوره بقره آیه 186. این قسمت اول از تعویل که انسان از سعی و تلاش و اجتهاد خود، اجتهاد نیک، تعویل می نماید. اگر حق برای او برسد، از آن تعبیر خود دست میکشد. این قسمت چی است؟ از انسان بخشیده می شود. بخشیده می شود. چون الله میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ کس مکلف نیست مگر اینکه توان آن داشته باشد. قسمت دوم، اگر این تعویلی که قرآن و سنت را در نصوص صفات می نماید از هوا و هوسش باشد، و از تعصبیتش صادر بگردد این تعویل، و این تعویلی که از هوا و هوسش شد و از تعصبیتش بر کسی یا که مذهب یا که چیز شد و این تعویل او یک جنبه در زبان عربی داشته باشد، در زبان عربی یک پهلوی داشته باشد، این تعویل دوم، این تعویل فسق است. صاحبش فاسق می شود اما کفر نیست. انسان کافر نمیشد بر این قسمت اول. قسمت یکم بخشیده می شود. قسمت دوم چیز؟ این فسق است اما کفر نیست، مگر اینکه کمبودی یا نقصان در حق الله در بر بگیرد. در این صورت کفر می شود. در حق الله کمبودی بگیرد، نقصان بگیرد، این حالت کفر می شود. قسمت سوم از تعویل، اگر از انسان از هوا و هوسش و از تعصبیتش صادر شود. تعویل نمود نصوص قرآن و سنت را از هوا و هوسش، از تعصبیتش صادر شد، این که در راه غلط است، معلوم است و در زبان عربی این یگان پهلوی ندارد. این کفر است. این قسمت سوم چی است؟ کفر است. و خاطر چیز؟ چون که واقعیت اصل آن را انکار و تکذیب و دروغ میشمارد. چون یگان وجه نه در قرآن است، نه در سنت، نه در سخن سلف است، نه در سخن عرب است. این بود تعویل.